سلام علیکم، اوغور بخیر. موشکاف امشبم تو فاز مذاکراته. این روزا دلواپسان نظام دلواپستر از قبلن. شربت مداری تعارفا رو گذاشته کنار و شیخ پری رو برده زیر چرخ خیاطی. آنچه در خلال اغلب سخنرانی‌های مقامات دولتی کراراً شنیده می‌شود، لزوم گسترش آزادی بیان و شکستن انحصار اطلاع رسانی است. این ادعا آنقدر مضحک است که به یقین گویندگان آن هم در دل به آن می‌خندند، چرا که کسانی این سخنان را می‌گویند که دهان یک ملت را برای نقد و طرح سخن درباره بزرگترین رخداد سیاست خارجی کشور یعنی توافق ژنو بسته‌اند و حتی اجازه یک مناظره علمی در دانشگاه را نمی‌دهند. کسانی این ادعا را می‌کنند که با ساخت یک فیلم مستند برمی‌آشوبند و سخن از داغ و درفش و محاکمه می‌گویند. حرف این جماعت اینه که آقا جون نذارید دهن دلواپسا باز بشه. این مذاکره زده تأسیسات هسته‌ای رو آشولاش کرده. اگه ادامه بدیم فک ولایتم صاف میشه. شیخ پری هم میگه خفه بمیرید بابا، بدون مذاکره نفس هممون قفس میشه. زهر اتمی که اولشه، خودتونو واسه بقیه جام زهرا آماده کنین. بدانیم اگر ریل‌های مختلف تو این کشور ما انتخاب کردیم، یک ریل برای اقتصاد، ریلی به جهت دیگر برای سیاست خارجی، ریلی دیگر در مسیر دیگر برای فرهنگ، که این لوکوموتیوها و قطارها هیچگاه به هم نخواهند رسید. مگر میشه تو یک کشوری فرهنگش از اقتصادش، اقتصادش از سیاست خارجیش، سیاست خارجیش از علم و فناوریش، مگه میشه اینها از هم جدا باشه؟ بله، منظورش اینه که همه با هم باید بیایید بشینید ور دل عظما، به سلامتی کوسه زهر رو بندازید بالا. برق پاره های کوسه هم همین حرفو اینجوری رله میکنن. تفکیک دو مقوله اقتصاد و سیاست در دنیای امروز از جمله ناممکن هاست. این انفکاک ناپذیری غیر قابل انکار هم در حوزه داخلی و هم در عرصه بین المللی به وضوح مشهود است. یعنی آقا اقتصاد و سیاست و فرهنگ و حقوق بشر و ابواب و عمامه عظما و خلاصه دار و ندار رو باید فرو کنین تو پاتیل زهر. اولاغچی هم که ساقی ارشد جام زهره هول اومده تو تیویریش تا بگه آقا زهر اتمی نگو، مایه حیات بگو. ما به دنبال تفاهم هستیم، حتما میخوایم یک تفاهم داشته باشیم، ولی توافقی که حقوق ملت ایران رو تأمین بکنه. مذاکرات از نظر ما در مسیر درستی پیش میره، اگرچه خیلی سخت و کند هست ولی مسیر درستی هست. با این مسیر اگر به تفاهم میشه به تفاهم رسید، به شرطی که در طرف مقابل هم حسن نیت و هم اراده لازم و هم واقع بینی وجود داشته باشه، به واقعیات صحنه توجه بکنن. در این صورت هست که به تفاهم میتونه برسیم. حالا برای اینکه معلوم شه این وسط خود خامنه کجا وایستاده، بریم یه سری به تیویش عظما بزنیم ببینیم نوچه‌های غیر دلواپس خامنه چجوری تیم مذاکره رو پیش و موش میکنن. حرف اینا اینه که بی تو هرگز بی جام زهر اصلا فکرش هم نکن. تیم مذاکره کننده بسیار خوب ظاهر شد، با توجه به خطوط قرمز و منافع ملی کشور یک قدم هم عقب نشینی نکرد و نخواهد کرد. تحسین میکنیم تیم مذاکره کننده به جد روی مواضع انقلاب اسلامی ایستاده و خط قرمزها رو در این مذاکره رعایت کرده. به هر حال آنچه از فضای سیاسی ایران برمیآید این است که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را با جدیت و با هدف رسیدن به توافق نهایی ادامه می‌دهد
اما در این مسیر از خطوط قرمز خود عبور نخواهند کرد. پیش پای شما یکی از این رفقا از بنده موشی‌ها پرسید که آقا بالاخره حرف کدومشون درسته؟ زهر رو بخورن به فنا میرن یا نخورن؟ موشکاف عرض کرد استثناءً جفتشون درست میگن. گیر کردن سر گاو ولایت تو خمره اتمی یعنی همین. موشکاف